سلام، اینجا زادروم. من بهنام دادگر. تو این قسمت از زادروم میخوام به کالبد شکافی تدوین فیلم وان بتل افتر انادر به کارگردانی پول تامس اندرسون و تدوین اندی یورگنسن بپردازم که چرا 98مین اسکار رو دریافت کرده. اول یه بیوگرافی از تدوینگر این فیلم یعنی آقای اندی یورگنسن داشته باشیم که ببینیم در چه حاله. اندی حدود سالهای 1981 یا 1982 در اورنج کانتی کالیفرنیا به دنیا اومد و همونجا هم بزرگ شد. در سال 2000 از دبیرستان سرویت های اسکول فارغ التحصیل شد و سپس در سال 2004 از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا در رشته مطالعات فیلم و رسانه فارغ التحصیل شد. مسیر حرفه‌ایش چی بوده؟ پس از فارغ التحصیلی ابتدا به عنوان دستیار در بخش تولید در این شرکت تولیدی شروع کرد و بعد از حدود 2 سال وارد بخش پس تولید شد. یعنی کارش اول پیش تولید بوده، بعدش رفته توی پس تولید، یعنی حالت همون ادیت و تدوین که پس از تولید انجام میشه. همکاریش با پول توماس اندرسون در فیلم اینهرنت وایس به عنوان دستیار تدوینگر آغاز شد. بعد از اون در فیلم فانتوم ثرد به عنوان تدوینگر همکار فعالیت کرد و در نهایت اولین فیلم بلندش رو به عنوان تدوینگر اصلی با لیکورش پیتزا ساخت. این فیلم براش نامزدی‌های بفتا و کریتیکس چویس رو هم به همراه داشت. اون همچنین روی پروژه های کوتاه پول توماس اندرسون هم کار کرده و در واقع یه جور شناختی با هم داشتن که تونستن سالهای سال با هم کار کنن و اون همکاریه که خیلی خوب شکل میگیره انگار باعث میشه که اون اسکار رو هم دریافت کنن. یعنی قطعا یکی از دلایل دریافت اسکارش شناخت تدوینگر و کارگردانی که خیلی مهمه. و در نهایت در سال 2025 فیلم وان بتل افتر انادر به کارگردانی پول توماس اندرسون و با بازی لئوناردو دیکاپریو رو تدوین کرد. این فیلم یک کمدی سیاه اکشن درامه که با دوربینای ویستا ویژن فیلم برداری شده. برای این فیلم هم یورگنسن در سال 2026 98مین اسکار هم اسکار بهترین تدوین فیلم رو گرفت و هم جایزه بفتا و چندین جایزه و نامزدی دیگر. اون الان یکی از تدوینگرای مورد اعتماد پول توماس اندرسون محسوب میشه و این همکاری نزدیک با کارگردان در طول تولید و پس تولید شکل گرفته. بیایم یه خورده در مورد سبک کاری اندی صحبت کنیم. اولین ویژگیش تدوین نامرئیه، یعنی بزرگترین ویژگی اونه که نمیخواد مخاطب متوجه کاتا بشه. کاتا کاملا در خدمت داستانن، نه برای خودنمایی. ریتم بر اساس احساس، نه صرفاً اکشن. اون کات رو بر اساس حس بازیگر و ضربان صحنه میزنه، نه فقط حرکت. یعنی ممکنه وسط یه حرکت سریع کات نزنه، اما درست زمانی که احساس شخصیت تغییر میکنه برش بزنه. حفظ جغرافیای صحنه. در سکانس‌های اکشن هیچ وقت گم نمیشی. میدونی شخصیت‌ها کجان، به کدوم سمت حرکت میکنن، فاصله‌شون هم با هم چقدره. این یکی از سخت‌ترین مهارت‌های تدوین اکشنه. استفاده از برداشت‌های بلند به جای اینکه با کات‌های زیاد هیجان ایجاد کنه، اجازه میده پلن‌ها نفس بکشن. وقتی کات میزنه واقعاً اونجا دلیل روایی داره. حالا چرا اندی اسکار رو برد؟ ریتم فوق‌العاده فیلم. با اینکه فیلم بیش از 2 ساعت و نیم زمان داشت، تدوین باعث شده بود روایت همیشه پر انرژی و بدون افت باشه. جابجایی بین طنز و اکشن و درام خانوادگی و تعلیق کاملا روون انجام میشد. سکانس‌های تعقیب و گریز. تقریبا همه منتقدا از سکانس نهایی تعقیب و گریز و چند صحنه اکشن دیگه به عنوان اوج هنر تدوین فیلم یاد کردن. برش‌ها هم هیجان رو بالا می‌برد و هم باعث می‌شد مخاطب موقعیت جغرافیایی و حرکت شخصیت‌ها رو گم نکنه. حتی در واکنش‌های پس از اسکار بسیاری گفتن همون سکانس تعقیب برای بردن این جایزه کافی بود. مدیریت روایت چند لایه. فیلم شخصیت‌های متعدد و خطوط داستانی مختلفی داشت. تدوین باعث شد مخاطب بدون سردرگمی ارتباط بین این خطوط‌ها رو دنبال کنه و ضرباهنگ داستان حفظ بشه. اگه عدد یه تدوینگر بخوام بهش نگاه کنم، 3 صحنه خیلی جذاب بود. صحنه سکانس تعقیب و گریز پایانی که واقعا فوق‌العاده بود. یه صحنه هم بود که من واسهتون وی اف ایکسش رو گذاشتم که خیلی وی اف ایکس ساده‌ای داشت ولی بسیار تمیز و دلانگیز بود. صحنه سقوط از بالای درخت. در واقع صحبت کردم تو این ویدیو
مونتاژهایی که بین لحظات طنز، تنش و درام خانوادگی جابجا میشد بدون اینکه ریتم فیلم از دست بره، خیلی اونم جذاب بود که دوست دارم حتما فیلمو ببینین و بسیار لذت ببرید. یه چند تا از جملات خود اندی هم درباره این فیلم بگم که باحال اونا و البته آموزنده. میگه که باید وارد لحظاتی شوی که قرار است طنز و هجو باشن و بعد بدانی چه زمانی تغییر مسیر بدهی و تماشاگر را روی این ترن هوایی احساسی هدایت کنی. این جمله خیلی کلیدیه چون مشکل اصلی فیلم همین بود. فیلم همزمان کمدی سیاه، اکشن، درام خانوادگی و تریلر سیاسی است. تدوین باید مدام بین این لحنا جابجا میشد بدون اینکه فیلم از هم بپاشه. یه جمله دیگه ای که برای تدوینگرا خیلی جالبه، میگه که هیچ چیزی رو نباید کنار گذاشت. همیشه باید کل برداشت رو ببینی. راه میانبری وجود نداره. باید واقعا همه چیز رو ببینی. این واقعا بین تدوینگرا چالش سخت، چون واقعا یه صبر خیلی زیادی میخواد. برای سکانس تعقیب ماشین هم گفته بود که چون استوری بورد کامل نداشتن، کار اصلی در تدوین پیدا کردن بهترین لحظه ها از زاویه های مختلف، مخصوصا نگاه های شخصیت ها در آینه که باعث شده بود تعلیق به وجود بیاد. به نظرم خلاصه فلسفه تدوینش برای این فیلم، ریتم رو تحمیل نکن، ریتم رو از بازی، لحظه و احساس صحنه پیدا کن.